اگر با تقوا نبودی که تولیت کعبه و حرم هم با تو باشه ارزش نداره. بناهن وظیفه و قیافه به نزد الله مطرح نیست. چیزی که الله با کجا نمره میده؟ با دل انسان. این دل چی میگه؟ این دل چقدر خوف داره؟ این دل چقدر خشیت داره؟ این دل چقدر تقوا داره؟ الله با این چپن و با این مندیل و با این قیافه و عبا و قبا نمره نمیده. فقط نمره‌ای که الله میده با دل میده. نمره‌ای که میده الله با خشیت الهی. پس شرط اول، اثر اول اینه که تقوا ملاک برتری انسان هاست. دوم، تقوا چی فایده داره؟ گفتیم تقوا یک راهیه که نفس را تربیه میکنه و اصلاح میکنه. دوم، تقوا برای انسان ها بصیرت و آگاهی میدهد. آیه قرآن هست یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ای مسلمان ها، ای اهل ایمان، اگر تقوا را پیشه خود ساختیم، اگر از الله ترسیدیم، الله سبحانه و تعالی چنان بصیرت و آگاهی به شما میده که فرق بین حق و باطل را میکنید، فرق بین خوب و بد را مینمایید. به این ترتیب بناهن چقدر انسان ها بین جامعه هستند فرق بین حق و باطل را نمی کنن، فرق بین خوب و بد را ندارن. اینه که تقوا نیست. وقتی تقوا ما در زندگی انسان فرق میگذاره بین حق و باطل. آیه قرآن هست ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. بناهن پس اگر ماییم که بصیرت و آگاهی داشته باشیم، ماییم که راه حق و حقیقت به ما واضح شه، راه باطل واضح شه، چکار کنیم؟ تقواه الهی را پیشه خود بسازیم. سوم اثرات تقوا چیست؟ تقوا انسانها را از تنگنای زندگی نجات میده. از تنگنای زندگی تقوا انسان را نجات میده. آیه قرآن هست و من یتق الله. کسی که تقوای الهی، کسی که خشیت الهی، کسی که ترس الهی را داشته باشه، یجعل له مخرجا. الله راه را برایش باز میکنه. الله کارهای او که گیره اندر گیره است، گیره ها را باز میکنه. الله راه را برایش نشان میده. از تنگنای زندگی الله سبحانه و تعالی او را نجات میده. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله برای انسانهای متقی از جای روزی میده که اصلا خودشان گمان نمی کنن، فکر نمی کنن. الله چنان در کار و بار ایشان خیر و برکت می آوره، چنان در کار و زندگیشان آرامش می آوره که خود ایشان فکر نمی کنن که این رزق، این روزی، این برکت از کجا آمد. بناهن برکت خیلی مهمه عزیزان من، وقتی کسی انسانی که تقوا را پیشه خود می سازه. سوم اثرات تقوا اینه که انسانها را از تنگنای زندگی نجات میده. چهارم، تقوا مشکلات انسانها را حل میکنه. چقدر من و شما مشکلات داریم. اگر مشکل اقتصادی داری، اگر مشکل اجتماعی داری، اگر مشکل فامیلی داری، اگر مشکل خانوادگی داری، خلاصه هر مشکلی که داری، تقوا است که مشکلات را آسان میکنه. الله میفرمایه و من یتق الله. اینها کلام الله است، اینها را رب العالمین میگه برای بندگان خود. و من یتق الله، کسی که از الله بترسه و تقوا را پیشه خود بسازه، یجعل له من امره یسرا. الله که کارها را آسان میکنه، الله که مشکلات را آسان میکنه، الله که به برکت تقوا مشکلات خانوادگی و فامیلی و مشکلات جامعه و اینها را آسان میکنه. بنان این اثرات تقوا هست، اینها برکات تقوا هست. این تقوا است که نفس را اصلاح میکنه، نفس اماره بالسوء را نفس مطمئنه میگردانه.
تقوا وقتی گفتیم مشکلات را آسان میکنه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. پنجم، تقوا سبب مغفرت گناهان میشه. چه کار بکنیم که گناه ها بخشیده بشه؟ چه کار کنیم که الله قلم عفو بکشه؟ چه کار کنیم که الله ما را بپذیره؟ تقوا سبب مغفرت گناهان میشه. الله سبحانه و تعالی باز اشاره میکنه و من یتق الله، کسی که از الله بترسه و تقوا را پیشه خود بسازه، یکفر عنه سیئاته، الله یک گناهانش را میبخشه، الله یک گناهانش را محو میکنه. و یعظم له اجرا، الله یک برایش مزد عظیم و بزرگی را عطا میکنه. بنابراین مفسرین میفرمایند تقوایی که ارتباط به گذشته را جبران میکنه و آینده را تامین میکنه. چگونه؟ یک انسان دیروز گناه کرده، یک انسان معصیت کرده، حالا متوجه شده که تقوا گناه را محو میکنه، فوراً توبه کرده، از خدا ترسیده، متقی شده، یکفر عنه سیئاته، الله گناهان گذشته‌اش را همه بخشیده، این گذشته جبران شد. خب در آینده چی مژده میده؟ و یعظم له اجرا، میگه ای انسان تا دیروز گناه کردی غم نخور، گناهان تو را بخشیدم، ولی در آینده چی تامینه؟ و یعظم له اجرا، در آینده هم تو مزد عظیم و بزرگی داری به نزد الله سبحانه و تعالی. بناهن عزیزان من، تقوا هست که سبب مغفرت گناهان می شود. ششم، تقوا سبب رفاه و آسایش انسان ها میشه. آسایش میخواهی، آرامش میخواهی، آسودگی میخواهی، برکات میخواهی، تجارت خوب میخواهی، تقوا داشته باش. تقوا سبب رفاه و آسایش انسان میشه. الله سبحانه و تعالی داستان یک شهر را بیان میکنه. در ابتدا داستان یک شهر را بیان کردیم که او شهر کفران نعمت کردن، الله اونها را فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس فقر و لباس ناامنی و ترس و وحشت را به ایشان داد. اینجا الله سبحانه و تعالی باز اشاره میکنه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل ای شهر، اگر اهل ای قریه به الله ایمان بیاورن، اگر تقوا را پیشه خود سازن، الله چقدر خواهان و دوستی بندگان خود هست، الله چقدر بندگان خود را دوست داره. میگه اگر اهل ای شهر ایمان بیارن، که الحمدلله من و شما ایمان آوردیم، واتقوا، تقوا را پیشه خود بسازن که خداوند تقوا را نصیب من و شما هم بگردانه. اینجا الله میگه وقتی اهل شر ایمان بیارن، تقوا را پیشه خود بسازن، چه کار میکنم؟ الله میگه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. الله میگه دروازه های برکات زمین و آسمان رو میگه من باز میکنم برای شهر و قریه‌ای که ایمان بیارن، تقوا را پیشه خود بسازن. الله میگه لفتحنا علیهم برکات، دروازه ها باز میشه. کدام دروازه ها؟ من السماء والارض، دروازه های خیر و برکت آسمان باز میشه. ولی اهل شهرها چه کار میکنن؟ ولکن کذبوا، اهل شهرها و قریه ها الله را تکذیب میکنن، نعمتهای الله را به فراموشی میسپارن، نعمتهای الله را خلاص مد نظر ندارن. الله میفرماید ولکن کذبوا، این اهل شهر اگر تکذیب کردن چه کار میکنم؟ ولا اخذناهم، ولکن کذبوا فاخذناهم، هر آینه اینا را به عذاب میگیرم.